تا حالا حتما دچار زیردوخته شدن کارتون شدید. برای برطرف کردن این مشکل در اکثر مواقع با صفر کردن پیچ درجه تنظیم نخ این مشکل حل میشه، ولی در بعضی مواقع مشکل در جای دیگری است. اولین مورد میتواند مربوط به ماکو باشد که با پیچاندن پیچ آن در جهت عقربه‌های ساعت کشش نخ زیاد میشود و با چرخاندن پیچ در جهت خلاف عقربه‌های ساعت کشش نخ کاهش می‌یابد. در صورتی که فشار نخ بیشتر باشد یا به عبارتی ماسوره سخت حرکت کند، موجب می‌شود که نخ رو به زیر کشیده شود. با چرخاندن پیچ در جهت خلاف عقربه‌های ساعت باعث کاهش فشار نخ شده و مشکل را برطرف می‌نماییم. گاهی مواقع هم نخ رو از داخل فنر خود خارج می‌شود و باعث می‌شود کشش نخ رو کم شود و دستگاه زیر بدوزد. گاهی نخ داخل صدف دقیقاً بین دو صدف قرار ندارد و در حاشیه قرار دارد. مورد بعدی هم می‌تواند مربوط به وجود پرز یا نخ اضافی بین دو پولک باشد. برای تمیز کردن پولک‌ها کافی است تا پولک‌ها را باز کرده و با دستمال کاغذی یا فوت کردن پرزها و نخ‌های اضافی را حذف کنید.